شبی بهلول در خانه خود مهمان داشت و در حال صحبت کردن با مهمانش بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی رو برای او آورده بود. قاضی میخواست اون شب بهلول را به صرف شام میهمان کنه. بهلول به قاصد گفت از طرف من از قاضی عذر بخواه، من امشب مهمون دارم و نمیتونم بیام. قاصد رفت و چند دقیقه دیگه برگشت و گفت قاضی میگوید قدم میهمان بهلول هم روی چشم، بهلول بیاید و مهمانش را هم بیاورد. بهلول با مهمان خود به طرف خانه قاضی به راه افتادند. او در راه به مهمانش گفت فقط دقت کن، من کجا میشینم تو هم همونجا بشین، هر چه میخورم تو هم بخور، تا از تو چیزی نپرسیدن حرفی نزن و اگر از تو کاری نخواستند کاری انجام نده. میهمان در دل خود به گفته های بهلول میخندید و میگفت نگاه کن، یه دیوونه به من نصیحت میکنه. وقتی به میهمانی قاضی رسیدند، خانه پر از مهمانهای مختلف بود. بهلول کنار در نشست، ولی مهمان رفت و در بالای خانه نشست. میهمانان کم کم زیاد شدند. بعد از اینکه همه جمع شدند غذا رو آوردند و مهمانها غذای خود رو خوردند. بعد از غذا میوه آوردند، ولی همراه میوه چاقویی نبود. همه منتظر چاقو بودند تا میوه های خود را پوست بکنند و بخورند. ناگهان مهمان بهلول چاقویی دست طلایی از جیب خود در آورد و گفت بیایید با این چاقو میوه های خودتون رو پوست بکنید و بخورید. مهمان ها به چاقوی طلا خیره شدند. چاقوی بسیار زیبایی بود و دسته ای از طلا داشت. مهمانان از دیدن چاقوی دست طلا در جیب مهمان بهلول که مرد بسیار فقیری به نظر می رسید تعجب کردند. در اون مهمانی 6 برادر بودند که وقتی چاقوی دست طلا رو دیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلول نقشه کشیدند. برادر بزرگتر رو کرد به قاضی که میزبان بود و در صدر مجلس نشسته بود و گفت ای قاضی، این چاقو متعلق به پدر ما بوده و سالهای زیادیه که گم شده. ما اکنون این چاقو رو در جیب این مرد پیدا کردیم. ما میخواهیم که داد ما رو از این مرد بستانی و چاقوی ما رو به ما برگردونی. قاضی گفت آیا برای گفتهات شاهدی هم داری؟ برادر بزرگتر گفت من 5 برادر دیگر در اینجا دارم که همه اونها گفته های من رو تصدیق خواهند کرد. 5 برادر دیگر هم گفته های برادر بزرگ رو تأیید کردند و گفتند چاقو متعلق به پدر اونهاست که سالها پیش گم شده. قاضی وقتی شهادت 5 برادر رو به نفع برادر بزرگتر شنید یقین پیدا کرد که چاقو مال اونهاست و توسط مهمان بهلول به سرقت رفته. قاضی دستور داد مرد رو
به زندان ببرند و چاقو رو به برادر بزرگ برگردونند. بهلول که تا این موقع ساکت مونده بود گفت ای قاضی، این مرد امشب مهمان من بود و من او را به این خونه آوردم. اجازه بده این مرد امشب رو در خانه من بمانه. من او را اول صبح فردا تحویل شما میدم تا هر کاری خواستید با او بکنید. برادر بزرگ گفت نه ای قاضی، تو راضی نشو که امشب بهلول این مرد رو به خونه خودش ببره، چون او به این مرد چیزهایی یاد میده که حق ما رو از بین میبره. قاضی رو به بهلول کرد و گفت بهلول، تو قول میدی که به این مرد چیزی یاد ندی تا من او را موقتاً امشب آزاد کنم؟ بهلول گفت جناب قاضی، من به شما قول میدم که امشب با این مرد لام تا کام حرف نزنم. قاضی گفت چون این مرد امشب مهمان بهلول بوده، میتونه امشب رو با بهلول بمونه و فردا صبح بهلول قول میده که او را به ما تحویل بده تا به جرم دزدی که مرتکب شده به زندان بیاندازیم. برادران به ناچار قبول کردند و بهلول مهمانش رو برداشت و به خانه خود برد و چون به قاضی قول داده بود که با مهمان خود هیچ حرفی نزنه، در راه اصلاً با مهمان حرفی نزد. به محض این که به خانه رسیدند، بهلول زمزمه کنان گفت بهتره برم سری به خر مهمان بزنم، حتما خیلی گرسنه است و احتیاج به غذا داره. مهمان که یادش رفته بود که خر خود رو در طویله بسته گفت نه، تو برو استراحت کن، من به خر خودم سر میزنم. بهلول بدون اینکه جواب مهمان رو بده وارد طویله شد. خر سر در آخور فرو برده بود و در حال نشخوار علف ها بود. بهلول چوبی برداشت و شروع کرد به دعوا و داد و بیداد بر سر خر. بهلول گفت ای خر خدا، مگه من به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن؟ هر جا که من نشستم تو هم بشین. اگه از تو چیزی نخواستن دست به جیب نبر. چرا گوش نکردی؟ هم خودتو به درد سر انداختی هم منو. فردا هم که سر از زندان در بیاری، اون وقت همه میگن بهلول مهمان خودش رو نتونست نگه داره و مهمان رفت به زندان. بهلول ضربه‌ای به خر زد و گفت ای خر، گوش کن، فردا اگر قاضی از تو پرسید این چاقو مال توئه، بگو نه، من این چاقو رو پیدا کردم و خیلی وقته که دنبال صاحبش میگشتم تا اونو به صاحبش برگردونم، ولی متاسفانه صاحبش رو پیدا نمی کردم. اگر این چاقو مال این 6 برادره، چاقو رو به اونها میدم. اگر قاضی از تو پرسید این چاقو رو از کجا پیدا کردی، مگر در بیابان چاقوی دست طلا ریختن که تو اونو پیدا کردی، بگو پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت و آمد بود و تجار زیادی به همراه می برد و با اونها تجارت می کرد، تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم رو دزدها کشتند و مال و اموالش رو بردند. من بالای سر پدر بیچارم حاضر شدم،
پدر بیچارم و دزدها کشته بودند و تمام اموالش رو برده بودند و این چاقو تا دسته در قلب پدرم فرو رفته بود. من چاقو رو برداشتم و پدرم رو دفن کردم و از اون موقع تا به الان دنبال قاتل پدرم میگردم. در هر مهمانی این چاقو رو نشان میدم و منتظر میمونم که صاحب چاقو پیدا بشه و من قاتل پدرم رو پیدا کنم. ای قاضی، من الان قاتل پدرم رو پیدا کردم. این 6 برادر پدر منو کشتند و اموالش رو بردند. دستور بده تا اینها اموال پدر منو برگردونن و تقاص خون پدرم رو پس بدن. بهلول که این حرف ها رو به خر می گفت و صاحب خر گفته های او رو می شنید. بهلول چوبی به خر زد و گفت ای خر خدا، فهمیدی یا تا صبح کتکت بزنم؟ صاحب خر گفت ای بهلول نزن دیگه، نزن. این خر نه تنها این خر بلکه من هم حرفهای تو رو فهمیدم و به تو قول میدم در هیچ مجلسی بالاتر از جایگاهم نشینم و اگر از من چیزی نپرسیدند حرفی نزنم و اگر چیزی از من نخواستند کاری نکنم. بهلول که مطمئن شده بود مرد حرفهای او رو به خوبی یاد گرفته، رفت و به راحتی خوابید. فردا صبح بهلول مرد رو بیدار کرد و او را به منزل قاضی رسوند و تحویل قاضی داد و خودش برگشت. قاضی به مرد گفت ای مرد، آیا این چاقو مال تو بود؟ مرد گفت نه جناب قاضی، این چاقو مال من نیست. من خیلی وقتی که دنبال صاحب این چاقو میگردم تا اونو به صاحبش برگردونم. اگر این چاقو مال این برادران است من با رغبت این چاقو رو به اونها میدم. قاضی رو به 6 برادر کرد و گفت شما خوب به چاقو نگاه کنید، اگر مال شماست اون رو بردارید. برادر بزرگ چاقو رو برداشت و با خوشحالی لبخندی زد و گفت جناب قاضی، من مطمئنم این چاقو همون چاقوی گم شده پدر منه. 5 برادر دیگر چاقو رو یک به یک در دست گرفتند و دست به دست چرخوندند و گفتند بله جناب قاضی، این چاقو مطمئناً همون چاقوی گم شده پدر ماست. قاضی از مرد پرسید ای مرد، این چاقو رو از کجا پیدا کردی؟ مرد در جواب قاضی بر اساس هر آنچه که شب گذشته آموخته بود درباره چاقو توضیح داد و در پایان گفت ای قاضی، این 6 برادر پدر مرا کشته اند و اموالش رو بردند و دستور بده تا اینها اموال پدرم رو برگردونند و تقاص خون پدرم رو پس بدن. 6 برادر نگاهی به هم انداختند. اونها در مخمسه بدی گرفتار شده بودند و با ادعای دروغینی که کرده بودند مجبور بودند اکنون به عنوان قاتل و دزد سالها در زندان بمانند. برادر بزرگ گفت ای قاضی، من زیاد هم مطمئن نیستم که این چاقو مال پدر من باشه، چون سالهای زیادی از اون تاریخ گذشته و احتمالاً من اشتباه کردم. برادران دیگر هم به ناچار گفته های او رو تأیید کردند و گفتند که چاقو
فقط شبیه چاقوی ماست و چاقوی پدر ما نیست. قاضی حسابی خندید و به مرد میهمان گفت ای مرد، چاقو رو بردار و پیش بهلول برو. مرد که از مصیبت بزرگی نجات پیدا کرده بود سجده شکری به جای آورد و خوشحال و مسرور چاقو رو برداشت و عازم خانه بهلول شد.